خب دانش آموزان میخوایم کار در کلاس صفحه 9 کتاب هندسه که کتاب ریاضی 11 رشته انسانی رو بررسی بکنیم. کار در کلاس صفحه 9 درس منطق ریاضی 11 انسانی. خب توی این کار در کلاس گفته که اگر پی گزاره همواره درست باشد، پی همواره درست، کیو همواره نادرست و آر گزاره دلخواه باشد. آر گزاره دلخواه یعنی ارزشش یا میتونه درست باشه یا نادرست. مانند نمونه ارزش هر یک از گزاره‌های مرکب زیر را در صورت امتحان مشخص کنید. دانش آموزان این کار در کلاس دقیقاً شبیه کار در کلاس 2 صفحه قبل کار در کلاس صفحه 7. خب با این تفاوت که در اینجا فقط حالت گزاره‌های دو شرطی هم به بررسی ما اضافه شده، یعنی روش حل شبیه همون قبلیه، فقط گزاره‌های دو شرطی اضافه شده به بررسی کردن‌های ما. خب حالا من یکیشو حل میکنم، P دو شرطی با Q و R. P یک ترکیب دو شرطی با Q توی پرانتز و R. برای اینکه بتونیم این سوالها رو حل بکنیم، ببینید من جدول راهنمای خودم رو اینجا میکشم، جدولی که باید برای حل تمرین ها حفظ باشیم. خب من از گزاره پی و کیو استفاده نمی کنم، چون اینجا پی و کیو بعضی وقتا کیو اول میاد، مثلا جای کیو پی و کیو عوض میشه. من میاد اینجوری می نویسم، مثلا گزاره A B A و B A یا B A آنگاه B یا A دو شرطی آنگاه B و برعکس. حالا اینجا ارزشاش اینجوری میشه: درست درست نادرست نادرست درست نادرست درست نادرست. حالا A و B زمانی درسته که هر دوتا درست باشن، در غیر این صورت نادرسته. A یا B اگر حداقل یک درست داشته باشه درسته، در غیر این صورت نادرسته. دوتاش نادرست باشه نادرسته. A آنگاه B فقط زمانی نادرسته که گزاره اول درست و گزاره دوم نادرست باشه. و A آنگاه A در یک حالت دو شرطی با B زمانی ارزش درست داره که یا دوتا درست باشن یا دوتا نادرست، در غیر این صورت اگر یکی درست و یکی نادرست باشه این غلطه. خب حالا میخوام ارزش این گزاره رو به دست بیاریم. من رنگ رو عوض بکنم، اینجا سبز بیارم. خب P همواره درسته، Q همواره نادرسته. یک گزاره درست و یک گزاره نادرست در ترکیب دو شرطی چون علامت هاشون با هم فرق داره میشه نادرست، پس کل این پرانتز میشه نادرست. حالا R دو حالت داره، R یا درسته یا نادرست. اگر R درست باشه یک گزاره نادرست در یک ترکیب عطفی با یک گزاره درست، خب حالت کلی میشه نادرست. یک گزاره نادرست در یک ترکیب عطفی اگر R درست باشه میشه نادرست و درست، که اینجا میشه نادرست. کدوم حالت میشه نگاه کنید، جمله اول نادرست، جمله دوم درست. خب من اینجا ردیف ها رو نامگذاری میکنم مثل قبلا، میگم ردیف 1 ردیف 2 ردیف 3 ردیف 4. در ردیف 3 جمله اول نادرست، جمله دوم درست. اینجا ترکیب عطفیشون حاصلش میشه نادرست که این یکیه، خب میشه نادرست.
حالا اگر جمله اول نادرست، جمله دوم هم نادرست باشه، میشه توی ردیف 4 از دوباره ببینید جمله اول نادرست، جمله دوم نادرست، از دوباره ترکیب کل میشه نادرست. پس اینجا من این رو باید برگردم، اینجا این میشه نادرست. پس اینجا گزاره ترکیبی من در هر حالتی نادرسته. جمله بعدی، نقیض P دو شرطی با Q یا R. نقیض P دو شرطی با Q کلن یا R. خب میخوام اینو حل کنم. برای این خود P همواره درسته، خود P همواره درسته، نقیضش که شامل این میشه نادرست. از طرفی Q هم نادرسته. حالا نادرست در یک ترکیب دو شرطی با نادرست، حاصل کل این میشه درست. حالا R دو انتخاب، دو حالت داره، یا R درسته یا R نادرسته. اگر R درست باشه میشه یک ترکیب جمله اول درست، جمله دوم هم درست، ترکیب فصلیشون که در ردیف یک اینجا اینه که ببینید ترکیب فصلیشون دوتا درست باشه. تو جدول نگاه کنید، درست رو خط کشیدم، درسته. پس اینجا ارزش گزاره کلی من درسته. اگر جمله اول درست و R نادرست باشه، ترکیب فصلیش از دوباره درسته، چون حداقل یک درست داره. پس این گزاره ترکیبی من همواره درسته. بریم جمله بعدی. P در یک دو شرطی با Q، P آنگاه Q. خب P در یک دو شرطی با Q و باز این در یک دو شرطی P آنگاه Q. خب P درسته همیشه، P درسته، Q نادرسته. پس این گزاره من که دو شرطی هم هست، که از جمله‌هاش درست و یکیش نادرست، اولی درست و دومی نادرست، توی این جدول نگاه کنید، دو شرطی که اولی درست دومی نادرست باشه میشه ردیف دوم، این ارزشش میشه نادرست. من روش خط کشیدم. خب پس این میشه نادرست. حالا از این طرف P اون ردیف اون طرف P درسته، Q نادرسته. گزاره شرطی که جمله اول درست و جمله دوم نادرست باشه، ارزشش توی جدول نادرسته، یعنی اینجاست. من درست خط کشیدم. پس این کلن نادرسته. حالا یک گزاره دو شرطی دارم که سمت چپ و راستش جمله اول و دومش نادرسته، چون هم علامت هستن. پس ارزش کل این گزاره میشه نادرست. ببخشید میشه درست، چون دوتاش نادرستن میشه این حالت. اینجا درست خط میکشم، ببینید درست. پس این میشه درست اینجا. خب بعدی نقیض P یا Q، P آنگاه Q. نقیض P یا Q، P
آنگاه کیو و یک دو شرطی هم در وسطش. اینو چک بکنم ببینم درسته. بله. خب حالا ارزش این یک. خب پی همواره درسته، نقیض پی میشه همواره نادرست، کیو هم نادرسته. پس دو تا جمله نادرست ترکیب فصلیشون که این خونه اینجا تو اون جدول ردیف چهارم این وسط، نگاه کنید من درست خط کشیدم. خب پس اینجا ترکیب این ترکیب میشه نادرست. پی آنگاه کیو، خب پی درسته، کیو نادرسته. در یک گزاره شرطی جمله اول درست باشه جمله دوم نادرست باشه، میدونیم که این ترکیب میشه ارزشش نادرست. حالا دو تا جمله نادرست در یک ترکیب دو شرطی به من حالت کلیش میشه درست. جمله بعدی نقیض پی یا نقیض کیو، نقیض پی یا کیو. جمله بعدی نقیض پی یا نقیض کیو، نقیض پی یا کیو یک ترکیب دو شرطی. من برای اینکه مطمئن بشم ببینم. آره. خب از دوباره پی درسته، پی درسته، نقیضش میشه نادرست، کیو نادرسته، نقیضش میشه درست. بعد یک نادرست در یک ترکیب فصلی با درست، نگاه کنید یک نادرست در یک ترکیب فصلی با درست، این میشه درست. یک جمله اول نادرست، جمله دوم درست، ترکیب فصلیشون در جدول میشه درست. از این طرف پی درسته، کیو نادرسته، ترکیب فصلیشون میشه درست. اما چون نقیض شده، نگاه کنید داخل پرانتز درسته خب، ولی چون بیرون پرانتز یک نقیض داره کل این عبارت میشه نادرست. حالا یک جمله درست در یک ترکیب دو شرطی با نادرست، این حالت نهاییش میشه نادرست. خب برم بعدی. آر آن دو شرطی با پی، آر دو شرطی با پی، تک شرطی با پی و کیو. آر دو شرطی با پی، تک شرطی با پی و کیو. خب در اینجا دانش آموزان، حالا چون آر باید دوتا انتخاب داریم، خب این آر رو یک لحظه نگه داریم. پی اینجا پی درسته، کیو نادرسته. ترکیب عطفیشون چون اولی درست دومی نادرسته، ترکیب عطفیشون میشه نادرست. این طرف پی درسته، پی درسته. حالا دو حالت پیش میاد. خب دو حالت پیش میاد، آر یا درسته یا نادرسته. خب آر یا درسته یا نادرست. حالا واسه این که بخوام دوتا حالت آر رو بنویسم اینجوری میگم که من یه بار دیگه شبیهش رو باز پایینم مینویسم. نگاه کنید این رو باز اینجا فلش میزنم، این یه حالت، این یک حالت دیگه.
R دو شرطی با P آنگاه P و Q که اینجا این درسته این نادرسته، اینجا تمام این نادرسته و اینجا این P درسته. حالا اگر R درست باشه خب میشود درست در یک ترکیب دو شرطی با درست، این کلن میشه درست. درست ترکیب شرطی با نادرست، خب این حاصل کلش میشه. میدونید توی گزاره های شرطی اگر جمله اول درست باشه جمله دوم نادرست باشه ارزش کل گزاره میشه نادرست. ولی اگر R نادرست باشه در یک ترکیب دو شرطی با یک گزاره درست، این خب میشه نادرست و نادرست آنگاه ترکیب شرطی با نادرست، خب این میشه درست. پس این هم از این مورد اینجا بسته به این که R درست یا نادرست باشه ارزش گزاره نهایی من در حالتی که R درست باشه میشه نادرست، در حالتی که R نادرست باشه میشه درست. خب به همین ترتیب مورد آخر P و Q در یک دو شرطی با P یا Q. مورد آخر P و Q در یک ترکیب دو شرطی با P یا Q. خب P من درسته، Q من نادرست، P من درست، Q من نادرست. ترکیب عطفیشون یکی درست و یکی نادرست، ترکیب عطفیشون میشه نادرست. P درست Q نادرست، ترکیب فصلیشون چون حداقل یک درست داره میشه درست. حالا در یک ترکیب دو شرطی یک جمله نادرست و یک جمله درست، پس اینجا ارزش کل گزاره میشه نادرست. به این ترتیب کار در کلاس صفحه 9 حل شد.